سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز شنبه 17 ایون در خدمت شما. نواز شریف نخوستوزیر پاکستان با یک سفر دو روزه وارد دوشنبه شد و با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همکاری‌های دوجانبه را بررسی کرد. خرید نیروی برق از تاجیکستان، بنیاد راه‌های نقلیاتی و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی از جمله موضوعهای صحبت نواز شریف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات بلندپایه کشور است. مقامات رسمی میگویند تاجیکستان و پاکستان همکاری‌های نزدیک با هم دارند و تبادل مال میان دو طرف سال 2013 به بیشتر از 84 میلیون دلار رسیده است، ولی عین زمان تاجیکستان در سیمای پاکستان یکی از پناهگاه‌های اصلی تندروان اسلامی را می‌بیند که با بهانه جهاد و با هدف حمله و خرابکاری گاه به تاجیکستان می‌آیند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید الکساندر صادیقوف یک شهروند کشور را با اتهام جاسوسی به نفع خارجیان برای مدت بازداشت کرده است. الکساندر صادیقوف 31 ساله روز 16 ایون در شهر خاروخ مرکز ولایت بدخشان بازداشت شده است و کمیته امنیت میگوید او با دستور مأموران کشور خارجی به خاروخ رفته است. در بیانیه رسمی کمیته امنیت که روز 17 ایون نشر شد آمده است الکساندر صادیقوف روز 16 ایون هنگام اجرایش سپارش خدمات مخصوص یکی از دولت‌های خارجی بازداشت شد. نام این کشور را ذکر نکردند، اما همکارانش میگویند که این پژوهشگر جوان برای تحقیق موضوع کارش که جلوگیری از مناقشه در کشورهای آسیای مرکزی است به خاروخ سفر کرده است. در یک نشست در شهر خوجند نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های غیرحکومتی در تاجیکستان گفتند که قانون انتخابات پارلمان هنوز هم به اصلاح و تکمیل نیاز دارد. حاضران نشست از جمله گفتند قانون مذکور برای شرکت جامعه شهروندی در نظارت انتخابات مانع ایجاد می‌کند و این در نوبت خود زمینه را برای تقلب در انتخابات فراهم می‌سازد. پارلمان تاجیکستان ماه مارس همین سال قانون درباره انتخابات به مجلس عالی را اصلاح کرد و گفت که اصلاحات مذکور برای شرکت وسیع عامه و احزاب سیاسی گوناگون در انتخابات صورت گرفت، اما با گفته نمایندگان احزاب سیاسی 29 تغییر و اصلاحی که به قانون وارد شد جزئی است و پیشنهاد احزاب مخالف را ضمن اصلاح قانون به این نوبت نگرفتند. دانشمندان تاجیکستان میگویند دو جانور زیبا و نادر را که خطری به تمام از بین رفتن آنها وجود داشته است ورطه نابودی رها کردند. رستم مراتوف بیولوژ شناخته تاجیکستان روز 16 ایون به رادیو آزادی گفت تحقیق نو نشان داد که تعداد آهوی بخارایی تنها در ممنوعگاه بیشه پلنگان در ولایت ختلان از 160 سر هم گذشته است، هرچند زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان از این جانوران زیبای چنبرشاخ تنها 20 سر مانده بود. بر طبق پژوهش دیگر مارخور یک نوع دیگر بزرگ آهو که تا سالهای 90 در کوهسار درواز از آنها تنها 305 سر باقی مانده بود از ورطه نابودی رهیده و طی 10 سال گذشته در تاجیکستان به 1400 سر رسیده است. شکار این دو جانور زیبا در تاجیکستان ممنوع است. و اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.